بعضی از انسانهای شیاد و سالوس و مکار نامشان را گذاشتن ملای لشکری و ملای آتشخور و ملای جنگیر و ملای فلان و علان. از ساده لوحی و نفهمی مسلمان ها سوء استفاده کردن، عقیده و باور مسلمان ها را خراب می سازن، جیب مردم را هم خالی می کنن با تعویض که رمز و طلسم و استمداد از اجنه خبیثه و شیطان های مرده است در بین مردم بدبختی را به وجود آوردن. اینها بعد میگن که ما فال میبینیم یا ما حاضرات داریم، کفشناسی داریم، آینده شما را، گذشته شما را، دشمن شما را، دزد اموال و دارایی شما را، فلان و الان را ما میدانیم، میتونیم کشف بکنیم و شما معرفی بکنیم و بیان بکنیم. به اینها گفته میشود کاهن و عراف، کسی که پیش میطور مردمان میروند، اگر مرد است یا زن، آن چیزی را که مردم فریبکار میگوید اگر این مسلمان تصدیق بکند، باور بکند، رسول الله علیه السلام میفرماید بدون شک به قرآنی که به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده کفر ورزیده است. چون قرآن برای ما میگه قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. قرآن میگه بگو ای پیامبر علیه السلام برای همه بشریت و انسانیت هیچ کسی در آسمان ها و زمین غیب را جز الله سبحانه و تعالی کسی دیگر نمیداند.